سلام بچه. امروز که آموزش ساخت انیمیشن استیک نودش رو بهتون یاد بدم. اول از همه شما برای که بتونید با این برنامه انیمیشن بسازین باید خود برنامه رو دانلود کنید که لینک دانلود برنامه تو دیسکریپشن براتون میذارم. دوم، وقتی که میاد توی برنامه یه همچین صفحه میبینیم که یه کاراکتر خودش بهتون داده و یه سری توضیحات آموزشی هم خودش بهتون میده. اول از همه برای که کاراکتر ما تکون بخوره روی سمت راست بالا یه عکس یه فیلمیه که یه به علاوه هم پایینشه، روی اون میزنید یه فریم میگیرید. بعد توی فریم دوم دست کاراکتری که مثلا میخواین دست کاراکترتون رو برین رو بالا یه کوچولو تکونش میدید، دوباره هی فریم میگیرید، هی یواش یواش میبریدش بالا تا جایی که حرکتی که میخواین انجام بده انجام بده. بعد وقتی که انجام داد روی عکس دکمه پلی سمت راست بالا همونجا میبینید که وقتی که روش بزنید همین که انیمیشن که ساختن انجام میشه و برای که انیمیشنتون روون تر بشه سمت چپ FPS تون رو بالا ببرید که مثلا من خودم روی 20 بین 24 تا 30 راحت ترم میذارم روی 24 و در همینطور که این دست کاراکترم تکون خورد برای که کوچولو مثلا روون تر انجام بشه این حالت رو میتونید فعال کنید که انیمیشن روون تره، ولی تو مووی کلیپ دچار مشکل میشه که من فعالش نمیکنم. بعد شما شاید مثلا این کاراکتری که اینجا هست رو نخواهید یا مثلا بخواید کاراکتر جدید بردارید. برای این کار شما اول لحظه روی کاراکتری که بود رو اول کار بود یه روی هر قسمتش یه ضربه میزنید، میین بالای بالا روی دیلیت استیک فیگور ضربه میزنید تا دیلیت بشه. بعد توی نوار سمت چپ میاید پایین تا جایی که به این بخش برسید استیک فیگور لایبرری تولز. بعد روی ایمپورت استیک فیگور بزنید و بعد اولش که شما میاین استیک فیگوری که دارید اینا هست، یه مثلا بتمن میده و کریپر ماینکرافت یه سری گوکو اینا که به درد نمیخوره. بعد حالا مثلا آدمی که حالا مثلا انتخاب کردید و میخواید مثلا این روش میزنید بعد ادش میکنید و اینجا به همون جایی که انیمیشن میساختید اضافه میشه. و حالا شاید مثلا شما کاراکتری که اینجا بوده نخواستی روی دانلود استیک فیگور بزنید و بعد ورسشون توی سایتی تو این سایت یه سری جستجویی که مثلا بیشتر مردم سرچ کردن رو بهتون نشون میده که میتونی روشون بزنی و کاراکتراش براتون میاد. برای مثال مثلا من روی ناروتو میزنم، میام پایین و مثلا جوتسو حرکتش که مووی کلیپه براتون میاد، کاراکتر مثلا اوتسوتسوکی مثلا اینجا اومده، مایتگای، اوبیتو مثلا یا هر کی اینجا هست. مثلا من کوراما رو میزنم دانلود شه، روی اسمش که مثلا نوشته کوراما پک 2 همون بخش توسی رنگی ضربه میزنم دانلود میشه و روی اوپن میزنم. اینجا استیک نودس رو پیدا میکنم روش ضربه میزنم و انتخابش میکنم. اینجا چیزی که دانلود کردم روش ضربه میزنم انتخاب میکنم و سیوش میکنم. الان وقتی که بیام توی استیک فیگورایی که دارم این سمتراست میزنم رو جدیدترین که یعنی جدیدترین چیزی که دارم برام بیاد و کوراما رو انتخاب کنم، دوتا بدن کوراما رو انتخاب میکنم و اینجا ادش میکنم. بعد دوباره روی ایمپورت استیک فیگور پایینیش ضربه میزنم تا بقیه استیک فیگورامو اد کنم. کوراما بادی رو اد میکنم و الان اینا دوتا اصلا جدا. برای اینکه اینا دوتا به هم وصل شه روی قسمت مربع شکلی بدن روی سر کوراما ضربه میزنم، روی جوین استیک فیگور ضربه میزنم و به بدن کوراما وصلش میکنم. الان سر کوراما به بدنش وصل شده و اینم همین جوری فریم میگیرم تکونش میدم انیمیشن میسازم. یا حالا مثلا برای مثال شاید به بکگراند لازم داشته نمیخوام مثلا صفحه سفید باشه، روی استیک فیگور میزنید
و بکگراند یه سری بکگراند خودش بهتون میده، مثلا بکگراند آشپزخونه و یه سری بکگراند که اونا هم باز به درد نمیخورن. میتونین برای بکگراند بیشتر دوباره تو دانلود استیک فیگور برید و به بخش بکگراند ضربه بزنید و بکگراند دیگه دانلود کنید. حالا میرسیم به بخش مووی کلیپ. اینجا همونجا که نوشته ایمپورت استیک فیگور یا استیک فیگور لایبرری تولز، یه دو تا فلش سمت چپ و راست داره. روی سمت چپ میزنید، اینجا میتونید عکس اد کنین. یکی دیگه که بزنید اینجا به جای ایمپورت استیک فیگور زده ایمپورت مووی کلیپ. روی مووی کلیپ ضربه میزنیم و مووی کلیپ خودش هم باز دوباره بهتون چند تا میده، مثل این الکتریکسیته، آتیشه، این بوی و شکستن زمین و هیت و با یه چند تا چیز دیگه که مثلا آورای درگن بال و جو چیزا. بعد چون هست همونجا که اون مووی کلیپ ها رو نصب کنید، یه سری مووی کلیپ مثلا اینجا من یه آتیش دانلود کردم و این گوجه که این گوجه مثلا تو کوراما که میخواستیم مثلا جدا کنیم، مثلا میخواستیم ادش کنیم، باید به هم وصلش کردیم، ولی مثلا تو مووی کلیپ کلا وصل هستن به هم. اگه مثلا یه تیکش هم نمیخواد بشینیم به هم وصلش کنیم. این بود از آموزشش. اگه آموزش کاملتر میخواید و چیزی متوجه نشدید تو کامنت ازم بپرسید.